سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این اپیزود بیشتر میخوام راجع به رمز ارزها صحبت کنم، مفهوم کلیدی و تاریخچه پیدایششون از بیت کوین تا امروز. تو اپیزود قبلی درباره مفهوم پول و تحول اون صحبت کردیم. توی این اپیزود بیشتر میخوایم راجع به این صحبت کنیم که رمز ارزها چی هستن و چه تفاوتی با پولهای سنتی دارن و از کجا و چطوری به وجود اومدن. همونطور که قبلتر گفتم، همه مطالب رو از پایه توضیح میدم تا هر کسی بتونه به راحتی باشون ارتباط بگیره. خب بیایید با یه تعریف ساده از رمز ارزها شروع کنیم. رمز ارزها به زبان ساده یه نوع پول دیجیتالن که با استفاده از تکنولوژی رمزنگاری تولید و کنترل میشن. این کلمه از دو بخش کریپتو که به معنای رمزنگاری یا همون کریپتوگرافی و کارنسی که معنای ارز یا پول رو میده تشکیل شده. بنابراین کریپتوکارنسی یعنی پولی که توسط تکنولوژی های رمزنگاری ایمن شده. رمز ارزها به این خاطر ویژه هستند که به شکل غیر متمرکز عمل میکنن. یعنی برخلاف پول های سنتی که تحت کنترل بانک ها و دولت ها هستند، این نوع پول توسط هیچ نهاد یا شخص خاصی کنترل نمیشن. به جای این یه شبکه بزرگ از کامپیوترهای متصل به هم که ما بهشون میگیم ماینر این پول رو مدیریت میکنن. به همین خاطر به رمز ارزها اغلب غیر متمرکز یا بی واسطه گفته میشه. حالا این غیر متمرکز بودن یعنی چی؟ مثلا اگه شما بیت کوین داشته باشید، هیچ بانکی یا دولتی نمیتونه بگه نه تو نمیتونی این پول رو خرج کنی. فقط شما و اون شبکه‌ای که بهش متصل هستید میتونید تصمیم بگیرید که چطوری از پولتون استفاده کنید. این باعث میشه که رمز ارزها در مقابل سانسور، تحریم و هر گونه مداخله دولتی یا بانکی مقاوم باشن. حالا شاید بپرسید که خب کریپتوکارنسی چطوری با پولهای الکترونیکی دیگه مثل پولی که توی حساب بانکیمون داریم فرق میکنه؟ بیایید این رو هم با یه مثال ساده توضیح بدیم. فرض کنید شما یه حساب بانکی دارید و توی اون حساب $100 پول دارید. این $100 در واقع همون پول دیجیتالی شماست که بانک براتون نگهداری میکنه. وقتی شما با کارت بانکیتون خرید میکنید یا از طریق اپلیکیشن موبایلی انتقال پول انجام میدید، در واقع دارید از پول دیجیتال استفاده میکنید. اما یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره. این پول شما تحت کنترل بانک هست. یعنی اگر بانک تصمیم بگیره که حساب شما رو مسدود کنه، شما دیگه به اون پول دسترسی نخواهید داشت. حالا برگردیم به کریپتوکارنسی. اینجا شما یکی به پول دیجیتالی دارید که توش ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین، اتریوم یا هر کریپتوکارنسی دیگه رو نگهداری میکنید. ولی این پول دیجیتال شما دیگه تحت کنترل هیچ بانکی نیست. تنها کسی که بهش دسترسی داره خود شما هستید و همین نکته خیلی مهمه. هیچ کس نمیتونه به جز شما به این پول دسترسی داشته باشه یا جلوی استفادهش رو بگیره. یه فرق دیگه هم اینه که ارزهای رمزنگاری شده بر اساس تکنولوژی بلاکچین کار میکنن. یعنی هر تراکنشی که شما انجام میدید به صورت دائمی و غیر قابل تغییر توی بلاکچین ثبت میشه. این یعنی شفافیت کامل. ولی در مورد پول دیجیتال بانکی این اطلاعات فقط در دسترس بانک ها هست و شما دسترسی کاملی به اونا ندارید. حالا که با مفهوم کریپتوکارنسی و تفاوتش با پولهای دیجیتال دیگه آشنا شدیم، یه نگاهی به تاریخچه کریپتوکارنسی بندازیم و ببینیم که از کجا شروع شد و چطوری به این جایی که الان هستیم رسید. اولین ارز دیجیتال در سال 2009 به وجود اومد و این اتفاق با معرفی بیت کوین توسط فرد یا گروهی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو رخ داد. بیت کوین اولین و همچنان مهمترین رمز ارز دنیاست. جالبه که بدونید ساتوشی ناکاموتو تا امروز هویتش رو فاش نکرده و مثل یک راز بزرگ توی دنیای کریپتو باقی مونده. اما چرا بیت کوین به وجود اومد؟ در سال 2008 بحران مالی جهانی رخ داد و خیلی از مردم اعتمادشون رو نسبت به سیستم‌های بانکی و پول سنتی از دست دادن. این بحران نشون داد که سیستم‌های مالی سنتی چقدر آسیب‌پذیر هستن و چطور میتونن به سرعت دچار مشکل بشن. در پاسخ به این بحران و به عنوان یک راه حل جایگزین، بیت کوین معرفی شد. بیت کوین یه سیستم پرداخت دیجیتال بود که بدون نیاز به بانک‌ها و واسطه‌ها عمل می‌کرد. هر کسی میتونست بدون نیاز به اجازه از بانک یا دولت بیت کوین بخره، بفروشه یا منتقل کنه. این ایده خیلی انقلابی بود و به سرعت توجه رو به خودش جلب کرد. بعد از بیت کوین کریپتوکارنسی های دیگه‌ای وارد بازار شدن. این ارزها که بهشون آلت کوین گفته میشه، سعی کردن با ارائه ویژگی ها و کاربردهای جدید نقاط ضعف بیت کوین رو برطرف کنن یا در زمینه‌های خاصی بهتر عمل کنن. مثلا اتریوم یکی از آلت کوین هاست که قابلیت قراردادهای هوشمند رو به ارزهای دیجیتال اضافه کرد. امروز هزاران رمز ارز وجود داره که هر کدومشون کاربردها و ویژگی‌های خاص خودشون رو دارن، ولی همچنان بیت کوین به عنوان اولین و معتبرترین رمز ارز دنیا شناخته میشه. پس به طور خلاصه رمز ارزها یه نوع پول دیجیتالن که بر اساس تکنولوژی رمزنگاری
خریداری و بلاکچین کار میکنن. ارزهای دیجیتال برخلاف پولهای دیجیتال سنتی تحت کنترل هیچ بانکی یا نهادی نیستند و به کاربران آزادی و امنیت بیشتری میدن. تاریخچه رمز ارزها با بیت کوین شروع شد و تا امروز به هزاران نوع ارز دیجیتال دیگه گسترش پیدا کرده. این فقط یه شروع بود. توی اپیزودهای بعدی بیشتر و بیشتر درباره دنیای کریپتوکارنسی صحبت میکنیم و به جزئیات بیشتری میپردازیم. بنابراین همچنان با من همراه باشید و آماده باشید که با هم به عمق این دنیای جذاب وارد بشیم.